سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. دیولپر پای هستم. خوش اومدیم به دومین سری از آموزش های ساخت بات دیسکورد با JS و اینکه یه توضیح بدیم از جلسه قبلی، یه توضیح ریسک چیکار کردیم. ما اومدیم اینجا اول یه متغیر درست کردیم، اسمش رو گذاشتیم دیسکورد و گفتیم که بیا در واقع از لایبرری های که داخل نود ماژولمون هستن، خب بیا discord.js رو برامون ایمپورت بکن و در واقع لایبرری discord.js رو ایمپورت کردیم و اومدیم قسمت کلاینت یه دونه در واقع کلاس تعریف کردیم که discord.client باشه و به عنوان کلاینت در نظرش میگیریم که دیگه ما این رو استفاده نکنیم و بیایم فقط از همین کلمه کلاینت استفاده بکنیم، همینجوری که اینجا استفاده کردیم. حالا شما میتونید اینو هر چیز دیگه ای که دوست دارید بذارید، مهم نیست، ولی باید اینجا هم بیاید دوباره تغییرش بدید. اومدیم اینجا گفتیم که آقا یه بار این فانکشن رو واسمون اجرا بکن. فانکشن این از ارو فانکشن ها ما استفاده کردیم و اومدیم گفتیم که آقا وقتی ران شد برامون توی کنسولمون که این صفحه سیاه سمت راستی که من دارم باشه، بیا بنویس bot is ready. حالا ما میتونیم بیایم مثلا یه حرکت بهتر بزنیم. همینجا اتفاقا یه چیز آموزش میدم دوستان. ببینیم ما اینجا از دبل کد استفاده کردیم. خب ما توی نود جی اس در واقع ببخشید، در واقع یه چیزی که داریم اینه که شما میتونید از مثل پایتون دیگه، ما اف استرینگ داشتیم داخلش میمدیم از متغیر استفاده میکردیم. ببینید الان مثلا اگه من بیام از مثلا یه متغیر اینجا تعریف کنم به نام چه میدونم نیم و مساوی بذارم با حمید، خب نمیتونم بیام از این نیم اینجا استفاده کنم. خب نمیتونم، به عنوان استرینگ در نظرش میگیره. پس میام چیکار میکنم؟ میام برای مثال که نه، در واقع این کارو میکنم. بالای تبتون بچه‌ها، بالای دکمه تب یه دونه نمیدونم اسمش چیه، یه دکمه سمت چپ دکمه یکتون، عدد یک، اون رو میزنید و همچین چیزی رو واسهتون میاره. خب و میایید از این علامت دلار ساین میذارید و دو تا کرلی براکت یا همین براکت های فرفری رو مینویسید. خب و حالا میتونید شما اینجا اسم متغیرتون رو بذارید. برای مثلا اگه من اینجا بنویسم نیم و بیام اینجا باتم رو ران بکنم، ببینید الان اینجا اسم حمید میاد. ببینید نوشت حمید بات ایز ردی. خب در واقع متغیرم رو اینجا خوند. حالا ما کاری به این نداریم، ما میخوایم اسم باتمون رو بهمون نشون بده. چجوری اسم باتمون رو بهمون نشون بده؟ که مثلا بگی آقا مثلا فلان بات ایز ردی، میام مینویسم کلاینت دات یوزر دات تگ نیم. تگ، البته تگ نیم، یوزر نیم هم میتونید اینجا بذارید ولی خب من تگ میذارم، یوزر نیمش هم حالا امتحان میکنیم، مهم نیست. اگه من دوباره اینو ران کنم باید اسم باتم اینجا برام بنویسه. خب چی شد؟ developer.bot آره دیگه، درسته دیگه، اسم باتم اینه دیگه. اسم باتم اگه بیام بهتون اینجا من نشون بدم تو این چنل، ایناش developer.bot is ready. bot is ready ایناش نوشت دیگه. قشنگ هم آیدی آخرش هم همینه که هشتگ 0108. آره و اینکه میبینیم بات هم آنلاین. پس الان باتمون آماده است. خب میتونیم اینجا اینجوری اسم در واقع باتمون رو بنویسیم و اینم از این قسمت. خب اسم باتمون رو پس اینجا گذاشتیم و اینم متنش من تغییر بدم. چیکار کردم؟ چه اتفاقی داره میفته؟ بگیم is مثلا ready. خب اینم از این. حالا بچه ها ما برای اینکه بخوایم یه کامندی رو درست بکنیم، برای مثال میخوایم آقا کامند پینگ رو به کار ببریم، یعنی بیایم تو چت بنویسیم پینگ و بهمون یه ریسپاندی بده، یه ریسپانسی به اون بات برگردونه و مثلا به اون میگه پانگ یا همچین چیزایی. حالا داکیومنتیشن هم سراغش میریم نسبت به اون. میگم ما کلا این دورمون نسبت به داکیومنتیشن خود discord.js. برای اینکه ما بخوایم یه دونه کامند درست بکنیم باید بیایم از دستور همین کلاینت دات آن استفاده میکنیم. جلسه پیش توضیح دادم فرق آن و آنس رو، آنس خونده میشه نمیدونم، و توضیح دادم و میتونید مراجعه کنید ببینید. میایم از چی استفاده میکنیم بچه ها؟ یه دبل کد میذاریم و مینویسیم مسیج
میخوایم یه مسیج رو برامون هندل بکنه. اینها در واقع ایونت های خود دیسکورد هستن که اگه شما برید داخل discord.js همه اینا تو داکیومنتیشنش وجود داره بچه‌ها، میتونید برید ببینید. خب این داکیومنتیشن خود discord.js، اینی که ما کار میکنیم از روش این discord.js گایده که راهنمای دیسکورده. و اینم از این توضیح. میایم اینجا می‌نویسیم مسیج و میایم چیکار میکنیم؟ یه دونه مسیج رو بهش پاس میدیم. و از ارو فانکشن استفاده میکنیم. این ارو فانکشنی که توی جاوا اسکریپت نسخه ES6 هستش، میتونید بازم برید این رو مطالعه بکنید. و میام چیکار میکنم؟ میخوام همین کامند پینگ هم استفاده بکنم. میام مینویسم که مسیج دات نه اشتباه نکنید، اول اینجا اینو میذاریم و میام مینویسیم if و else میخوایم بیاریم مثلا. میگیم if message dot content. یعنی چی message dot content؟ یعنی میگه آقا message dot content این چیزی که بچه این تو نوشته میشه. میبینید چیزی که این تو نوشته میشه. message dot content این چیزی که این تو نوشته میشه. میگیم اگر message dot content برابر بود با علامت تعجب، حالا میتونید شما هر چیزی دیگه بذارید، علامت تعجب پینگ، خب بیا چیکار بکن؟ یه مسیج رو برام چاپ بکن. مسیج دات چی بود؟ مسیج دات چی بود؟ یادم رفت شدم. مسیج دات سند بود. نه مسیج دات ریپلای، ببخشید. مسیج دات ریپلای کن، حواسم نیست اصلا. خب مسیج دات ریپلای کن. مسیج دات ریپلای میاد چیکار میکنه؟ مسیج دات ریپلای میاد آقا اسم اون شخصی که در واقع اومده این کامند رو یوز کرده، استفاده کرده رو میاد منشن میکنه. خب و بهش مثلا میگه پانگ مثلا. بعد میام اینجا میگیم مثلا چی؟ پانگ. خب سمی کالن هم میذاریم. و اگر من بیام این بات رو ران بکنم، خب بیایم بریم داخل اینجا یه پینگ بنویسیم و بهمون ریسپانسی که داد منشنمون کرد و اومد گفتش که پانگ. دیدید؟ پس با ریپلای فهمیدید که ریپلای چی کار میکنه. یه مسئله دیگه هم که هست، شما میتونید مثلا بدون اینکه اصلا منشنم بکنید این کامند رو استفاده بکنید از channel dot send. میگه آقا خیلی ساده است بچه، اصلا سختش نکنید. میگه آقا یه مسیجی رو از همون چنل سند بکن، یعنی از همون چنلی که داره این پینگ رو نوشته بیا سند بکن اون مسیج رو. مسیج دات سند کن چی؟ پانگ. حالا ببینید فرق این دوتا چیه. خیلی راحت فرق این دوتا، اصلا چیز سختی نیست. میام اینجا می‌نویسم پینگ. البته ببخشید باید رو ریستارت کنم. خب میام می‌نویسم پینگ. دیدید فرق این دوتا مسیج تو اینه بچه‌ها. این میاد منشن میکنه، این ریپلای، این یکی میاد فقط مسیج رو چاپ میکنه. به همین راحتی، اصلا هیچ کاری نداره. خب اصلا هیچ کاری نداره، یعنی چیز سختی نیست. خودتون رو زیاد درگیرش نکنید بگید وای چقدر چیز سختی. خب اینم از این. بریم ببینیم ادامه این داکیومنتیشن یا همین گاید خودش چی میگه. خب ما اومدیم همین رو دقیقا رفتیم اصلا. حالا من ریپلای گفتم، اینجا بهتون سند گفته. و اینکه بریم صفحه بعدش ببینیم چی داره دیگه. اینا رو دیگه من نمیخونم بچا، وقت خیلی میره اگه بخوام اینا رو بشنم بخونم براتون. بریم بعدی دیگه. رفتی بعدی؟ برو بعدی، برو صفحه بعدی. اوکی. پس گرفتید چی شد بچه‌ها دیگه. آها بچه‌ها یه چیز دیگه هم بگم، اگر میخواید بات دیسکورد با پایتون هم آموزش بدیم حتما تو کامنت ها بهم بگید که آقا میخواید بات دیسکورد با پایتون هم آموزش بدیم که چجوری با پایتون هم بات دیسکورد درست بکنید. خب اینجا این میگه آقا بیا یه دونه فایل درست بکن به نام config.json. خب ما میایم اینو درستش میکنیم چون گفته. من میام اینجا نیو فایل میزنم و میگم config.json. خب و میگه آقا بیا چیکار کن؟ بیا پریفیکس تو، بچه پریفیکس میدونید کدومه؟ پریفیکس اینه، نگاه کنین. این علامت تعجب یا این نمیدونم خیلی بات‌ها از این هایفن دارن یا خیلی مسائل دیگه که اولش میاد
مثلا همین علامت تعجب پینگ، اون علامت تعجب رو بهش میگن چی؟ پریفیکس. خب پس میگه آقا بیا پریفیکس تو واسه خودت تو اینجا تعریف بکن. خب ما میایم تعریف میکنیم، میگیم آقا چی؟ پریفیکس ما برابر باشه با چی؟ مثلا همین علامت تعجب. من همین علامت تعجب کار میبرم. شما میتونید بیاید توکنتون هم اینجا بذارید. خب حالا من نمیذارم توکنمو، فرقی نمیکنه. خب میتونید اینام تو اونجا بنویسید، ولی بهتره که فایلاتون جدا جدا باشه. میدونید اینجوری خیلی قشنگتر و بهتره. و اومدیم اینم گذاشتیم. خب حالا باید بیایم آقا از این config.json این پریفیکسمون رو بیاریم تو این فایلمون. الان این پریفیکس خب تو این فایله، تو جیسانمونه، تو ایندکسمون که نیست. پس من میام یه کانس تعریف میکنم و میگم آقا یه دونه از این دو تا از این کرلی براکت ها میذارم و مینویسم پریفیکس. خب نوشتم پریفیکس مساوی قرار میدم با ریکوایر چی؟ از همین بچه ها نگاه کنین، ما از نقطه اسلش استفاده میکنیم برای اینکه بگیم آقا فایلمون تو این دایرکتوریه. خب نقطه اسلش به معنی این دایرکتوریه. نقطه اسلش config دات جیسون، درست نوشتم؟ آره config دات جیسون. البته نمیدونم جیسون آخرش نیاز بود یا نبود. آره همین چیزم که این الان اینجا نوشته دقیقاً. خب حالا شما اینجوری بنویسید بهتره، میدونی حالا بهتون الان میگم چرا بهتره اینجوری بنویسیدش، چون دیگه نیازی نیست شما بیاید بنویسید config.prefix. خب اینجا اومده فقط یه متغیر تعریف کرده به نام config، اما من با این کار اومدم گفتم از این فایل جیسون این رو واسم بیار. خب دیگه نیازی نباشه بگم config.prefix که یعنی برو فایل config بعد برو تو قسمت پریفیکس اینو بیار. من یه راست اومدم گفتم آقا این پریفیکس رو واسم بیار با این حرکت. خب خیلی راحت، اصلا چیز سختی هم نیست. میگم اصلا فکر نکنید چیز سختی که خودتون رو درگیرش بکنید. من نمیفهممش، من نمیدونم سختمه، اصلا اینا چیز راحتیه. اصلا میگم خودتون دستتون میاد بعد این مدت، اصلا چیز عجیبی نیست. خب اینم از این. اینا هم گفتن این کارا رو بکن، من میگم نمیخوام بکنم این کارا رو و اینم از این. حالا ما اومدیم اینو اصلا وارد کردیم. اصلا این به چه دردمون میخوره؟ میدونی به چه دردمون میخوره؟ به این دردمون میخوره. عوضی که بیام بنویسم دات پینگ، میام چی مینویسم؟ مینویسم دوباره از این چیزا میذارم دکمه بالای تبمون، نمیدونم اسمش چیه، اصلا اسم این چیزو نمیدونم، سینگل کوت هم بهش نمیگن چون سینگل کوت اینه. و میام از اینا میذارم و میام مینویسم پریفیکس، البته یادتون نره میام مینویسم پریفیکس و پینگ. میگه یعنی چی؟ میگه برو از فایل، اومدیم اینجا فایل و کانفیگ رو ایمپورت کردیم. خب میگه حالا برو از این فایل پریفیکسش رو واسم بیار. اومدیم اینجا پریفیکس رو آوردیم و حالا پریفیکسمون چه؟ همین علامت تعجب است. یعنی اینی که ما الان اینجا نوشتیم انگار که ما چی نوشتیم؟ انگار همینو نوشتیم. خب میام اینجوری مینویسیم و اینجوری خب خیلی شکیل‌تر و خیلی بهتره. و الان اگه من دوباره حتی اینو اگه رام بکنم میبینید که دوباره پوزیشن 19 چی شده؟ آهان ساری اومده بودم اینجا سمیکالن گذاشته بودم و دوباره رانش میکنیم. خب باتمون ران شد. میایم اینجا میبینید الان من دوباره این علامت تعجب پینگ رو به کار ببرم به درستی باید واسم کار بکنه که کار میکنه. خب اینم از این. من اینجا دیگه ویدیو رو قطع میکنم که تایم ویدیو هم زیاد نشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومده حتما تو کامنت ها بهم بگید. اگه ایرادی عیبی نقصی دارم حتما بهم بگید که اونا رو در حد توانم بتونم رفعشون بکنم تا بتونیم کانتنت بهتری تولید بکنیم. روز خوبی داشته باشین. وایسا چی دارم میگم؟ دیسکورد. خب بچه دیسکورد، کسایی که حالا ندیدن ویدیو رو تازه دیدن بدونید که دیسکوردی که ما راه انداختیم در رابطه با مسائل برنامه‌نویسیه و اولین دیسکورد در واقع اولین سرور دیسکوردی است تو ایران که این حرکت ها انجام داده. تمام زبان‌های برنامه‌نویسی رو ما ساپورت می‌کنیم و کلی منابع و سورس‌های خوب می‌ذاریم داخلش. حتما جوین بشین، لینکش این پایین هست. ویدیو رو لایک کنید اگه خوشتون اومده، سابسکرایب یادتون نره، کامنت هم بذارید اگه سوالی بود. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.